در این درس سوالی 61 و 65 رو کار میکنیم. در اینجا در این سوال درباره قوه میرود. چه قوه با شتاب و ماسه علاقه دارد؟ همون رو میبریم. اول سوالی اولین این درباره قوه نتیجوی. اگر قوه در یک سمت باشن ما قوه رو جمع میکنیم. اگر قوه در سمت هر خیلی باشن، مثلا در اینجا مقابل باشن طرح میکنیم. و از اینجا چه قوه نتیجوی آسان است؟ در به طرف راست 8 نیوتن، به طرف چپ 4 نیوتن، F2 F1 فرق اینها 4 نیوتن به طرف راست میره. یعنی نتیجه قوه نتیجوی 4 نیوتن است. یعنی F2 مینوس F1 برابر است با 8 مینوس 4 همانگی 4 نیوتن میشه. این قوه نتیجوی. اگر در یک سمت می بودن جمع میکردیم. به یک طرف نگاه کنیم. سوال 65 این یک بار درباره فرمول قوه است. فرمول با خاطر بیاریم. قوه خطی شتاب چه علاقه داشتن؟ قوه برابر ماسه ضربی شتاب است. یعنی ماسه ایواد شده نمیده با یک جسم چقدر که قوه دیه همون قدر با ماسه وابسته شتاب میگیره جسم ما. و از اینجا چی گفته که بسکتبال در وقتی پرتافتن توی ماسهش 3 کیلوگرم، ماسه با ما 3 کیلوگرم داده شده است و شتابی با کدام شد 10 متر ثانیه کوادرات. با کدام قوه بسکتبال توپ رو پرتافت. یعنی کدام قوه رو میکنیم قوه هوا رو با اعتبار نمیگیریم. یعنی فقط یک بار این فرم استفاده میبریم. یعنی این برابر چند میشد؟ 3 ضرب 10 قوه ما این برابر 30 نیوتن. واحد قوه نیوتن است. و جواب ما 3 میشود. یعنی در این سوال ها قوه داده میشد، ماسه داده میشد، شتاب رو میپرسن یا برعکس قوه شتاب داده میشد، ماسه رو میپرسن. یعنی بسیاری سوال ها قریب 10 11 سوال در کتابچه درباره همین دیدم. یعنی همش منطقاً با یک فرمول کار میکنید.